سلام. لبای جانم. یک چیز را گویم. دیروز هنگامی دست دوملوزیا را داشتن حس کردم که دست زاغسیا را داشته ایستادم. دارید؟ خانم زهرا صبحانه تیار است. تشکر پی شهناز، حاضر می آیم. حس کردم گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی تاثیر کردم؟ چی دونم؟ مانندی ای زورو اول جواب است. چی میخندی؟ مسئله جدی رو فهمانده ایستادم. تمام مایلش دیگر نمیخندم. تمام. اگر نخندی چیز دیگری رو فهمونم برای تو. تو حالا یعنی از دومولوزی متاثر شده یا؟ پر این خیلی نیست تو. هنگامی دست زیا رو داشتنم دستش ناشناس نبود با من. در دست زاغسیو هم این احساس رو کرده بودم. بسیار احساسی مانند است. زهرا تو به دومولوزی عاشق شده ایستاده. به خدا بسیار خنده آور است. به خدا در اصل هم خوب می شود فوتیه رو گذراندید. بله بله. چیکار کردی کلاس؟ رنگ رو پریدگی نستره نیست اینجا؟ نپرسیو کرد. در حولی مسجد یک کودک رو یافتم. پدر و مادرش پرتافته رفتن. برای امریکا؟ نه، کودک بسیار سیر حرکت بود است. قرار نمیشنه. او رو در مغازه گذاشتم. آماده مادرش میآورد. گفتم اما بی آداب بوده است. با هم کودک در گردن تو نزنه؟ چه علاقه داره؟ آخه جوابگر تو هستی. در پیش مسجد یافتی او رو. دامولایم گفته کودک با اختیار من میافتد. این سفسطه نگویی. ایزی ماشا. چی داد میزنی؟ دامولای حقیقی اومد گفته آدم ها میشنو احمق. شما از من چی میخواهید؟ آخر مرا راحت گذارید. خواهش میکنم از من دور شوید. ما با شما کمک کردن میخواهیم. از شما یگان کس کمک پرسید؟ نپرسید. از پیش من نابود شوید. مرا راحت گذارید. دامولا این طور نگوید. از شما میرمشه. این ساله در سرم چی میکوبد؟ و خیر است؟ شما مگر امام نیستی؟ این چی علاقه دارد برادر؟ چرا در سرم بوده رو خوب قبول نکردی؟ تو مگر امام هستی؟ نه نیستم. آخر داملوها در کوچه این خیلی نگردن. داملو من اینها رو برای شما آوردم. ماندن نشوید گفتم. آخر به پیش پایتان میبرم. اما باز گوش قبول نمیکنید داملو. آی برادر مگر من از تو سلام آوردن رو خواستم؟ داملو خیر چیکار میکردم؟ مسجد رو میآوردم. توبه کردم خدایا. ای شما دیوانه هستید. مرا راحت گذارید. داملو ایستید. مسجد اون طرف. با ماشین مردکشک زد. این چی بلا بود؟ بدا بینیم چی کنم؟ داملو راستی تمازمینه اوهان خود بگوی. برادر خفا نشوید. دویم بار است میآیم. بیمار بسیار بطاله بوده است. شوکت دعا کنیم که با این یگم چیز نشود. برادر دعا کردن با میکنیم و عاقبت این بخیر باشد. چی گفته ایستاده ای؟ برادر تقدیر الهی. بین یک آدم چند بار ماشین زد. هر دفعه که ماشین زد با ماشین مردکشک زد. شاید به خدا این سوچه نیست کلاس. باور کن مرا تو کلاس این کرد به فکر میرم. با سفسطه باید عصبم رو ویران نکن. این آهن رو هم از پیشم دور کن. من خبرت کردم. همشیره وضعیت بیمار چخیل است؟ او را تشخیص کرده ایستاده‌ایم. شما نزدیکانش هستید؟ نه نزدیکانش نیستیم. با خیال رو دیده طاقت نکرده آمدیم. خونی بیمار بسیار رفته است. عاجلا خونی گروه یکی مصبی لازم است. گروه یک. خونی من موافق است. من میسپارم. بیایید به درون دروید. مایلش. شوکت چیکار میکنی؟ این رو برده با یگان جا پرتاب. برای تپلین خانه. پرستیگرم.
مرحبت صوت میمون. تشکر. آخاله بی تو یکون چیز مزده نداره. سردارم غمگین نشوه، ینگل شما رو میبخشد. حالا میبینیم انشالله. شنوندگان گرامی، برای شخص با نام عزمی بولود که امام مسجد است عاجلا خونه گروه یکی مزبی لازم است. این گروه خونی من است. بیمارخانه در مسافت بسیار نزدیک است. من رفته خون میسپارم سردارم. ایستو پسرم، من تو رو میبرم. این رو گیر. رحمت سردارم. پس مرا بند. مرحمت. بعد از فاتحه هم مزه خوراک صبحانه دیگرمه شده است. آه شود بابا جان. تشکر زیاد. کمی سراسیمه شدیم اما فاتحه چطوری که خاصی آیله همان است برپا شد. با واسطه من. تشکر. سلامت باشه. بله ینگه جان، شما نمی بودید در این مدت کوتاه از عهده آن نمی برآمدیم. آن اونل احمق با شاگردش نمی آمد باز هم خوبتر می شد، اما هیچ گپ نه. خیر با گذشته صلوات گفته گذاریم. بابا جان دخترم، من یگان سخنی خطا نگفتم آخه. حاله دخترم، تو امروز با ادوکات واخری بکن میلش. این دفعه میلش گفتن نگذارو. این کارها را هر چی زودتر حل بکن. بعد صبحانه کی با من به دویدن می رود؟ این از کجا بر آمده تو؟ باز چخل دویدن فرو؟ چخل دویدن؟ او دویدن برای سلامتی فایده دارد، همین خیلی؟ عجبا، این دویدن رو برای چی میکنی؟ به خدا راست میگوید پدر جان، من میروم یک جای مشق میکنم. مایلش دختری زیبایم. میلش جان، تو با ورزش کردن احتیاجی نداری، قامت خوب داری. عزیزم تشکری زیاد، بسیار فکری خوب، اما معلوم که 2 کیلو باید خراب شوم. به نزدیکی توی داریم، در توی باز زیباتر نمودار شدنم لازم است. این رو بین، چه خیلی عصبش ویران شد، حالا هم به زور و شکست. انشاءالله ساخته بودنی دامولوزی اشکار نشده به زور و اویلدو شده می رود. اینجا کی خون میگیرم؟ لطفاً یک ثانیه کمی در اینجا خوب کنید، بعد این را نوشیده روید. سلام علیکم. من از طریق رادیو شنیدگی برای دامولو عظیمی بلود خون در کار شده است. من آمدم. دستانتان را کشوید. خانم درد نکنه یا نه؟ خندیدی به فکرم درد نمیکنه؟ تیز بگی که سراسیمه شما خیش عزمی بلود هستید؟ نه، من اعلان رو از رادیو شنیدم و در خون سپاری اومدم. آفرین، در حقیقت تبریک میکنم، بسیار آدم خوب فکر بوده اید. استغفرالله، شما خیش تبارش میشوید؟ نه. پس شما هم اعلان رو از رادیو شنیده اومدید؟ نه، من حس کرده اومدم. شما با احساسهایتان باوری دارید؟ یعنی چه خیلی؟ من باوری دارم. شاید در یادت هست وقتی که در محله همسایه‌تان گرسنه بود راحت خوابتان نمی بود. اگر در خانه یگان کس دیگ می جوشید همه آن رو یک جایه می خوردن. آن روزها گذشتن. حالتان خوب است؟ خوبه، همش از روی آن فیلم های امریکایی. فیلم های امریکایی میگویی؟ آخر در فیلم آن شخصیت ها یک تا فرزندی آدم نیست. آخر چون پول رو میگیرن خودشون رو لاس وگاس به کیف صفا میروند. فیلم های ما مگر این خیل بود؟ در آرزوی پدر در محله یگان کس با مشکلی دچار شود همه با کمکش میروند. سوداگران محله کسی نباشد با خود با دستگیری می آمدند. راست میگوید چقدر فیلم های تربیوی خوب بودند.
البته این امریکایی ها همه خیلی باشن، در بین کوچه زنان رو لطکوب میکنن، دیگران باشن برای نجات دادن یک سوپر قهرمان را انتظار میشوند. به خدا راست گفتی. موضوع نمو که در بارش فیلم نافریده باشه. قسم میخورم بعد از این باشد نقاب را پوشیده من سوپر قهرمان هستم گفته به کارهای ما بر این ملت دخالت بکنم. یا توبه. فیلم بیتمن رو در نظر داری؟ نه بیتمن رو نمیگم، زاغیسیا رو میگم. این کی باشه؟ قهرمان خود ماله. به خدا هیچ نشونیده بودم. ای برادر همین خیلی رفتم میگیرن زاغیسیا هم در جهان مشهور میشه. ما که ملسه در باره ها میدونیم. شما پلیسید؟ پیش وقت محافظ بودم اما الکی پلیس شدم. برادر سوزاستی خونو تمام نشه با. خوب این لیوین باشه. برادر من شما رو بسیار دوست داشتم. فکر و عقیده هر دیمان به یکدیگر مانند بودم. اگر خواهید بعدی برآمدن یک پله چای می‌نوشیم. مایلش باز به این طرف گذشته با من سلام نکنه، جای گریز هم نیست. برادر نوی من لیوین. همش دیشب بسیار خوب گذاشتن. تا دیروز در حیات زهرا یگان کس نبود. تو از کجا میدونی سمی؟ مدت دراز بود که زهرا رو ندیده بودی؟ آخر زهرا رو نقص میشناسم. او با آسانی هیچ کس رو به حیاتش راه نمیدید. آخر دیشب خودت گفتی؟ دیشب گفتم درباره دامولو زیو بود. آخر با این کس کی شناس شد، کی به اویلدار شدن قرار دادن نمیفهم. ای عاشق شدن به اویلدار شدیشون قرار دادن یگان جایی نفهمیش نیست. مایلشو زهرا دامولو زیو رو در کجا دیده عاشق شد؟ در مسجد دید ها؟ دامولو زیو به این خونه کی آمد؟ چی دانم کی تکلیف اویلدار شدن را کرد؟ حکایه اینها رو یک از اول به من میگفتی؟ با تو چی سمی؟ تو چی اینقدر اویده اونها پرس و پرس میکنی؟ چی دانم؟ یاد میخواستم فهمم. تو همین قدر با اونها چسبیده موندی؟ آخر در این دامولو زیو بعضی چیزهایی هست که من تا حال نفهمیدم. مثلا؟ آخر به دامولو مانند است. چی گفتنی هستی؟ آخر در فاتحه رقص کرده اشون رو فکر کن. باولین بازی کردنش، درباره مود دانستنش. آخر در این شخص همه چیز دیده می شود. و تو هم عجیب نیست مگر؟ ساخته بودن دامولو زیو رو نمیدوند. تنها رفتارهایش رو زیر چشم کرده است. چی فکر داری؟ وای گپ‌های گفته‌ات را فکر داشتم. مگر حق نیستم؟ یعنی تو حضور دامولو زیو رو نمیشناسی؟ از سبب نشناختنت این خیلی فکر میکنی دامولو زیو بسیار شخصی دوراندیش است. پس معلوم که زیو با تو هم تاثیرش رو رسونده است. من فکر میکردم که او با تو معقول نیست. این با معقول بودن و نبودن یگان علاقه ندارد سمی. این حقیقت است. نه این قدر آسان نیست. در این شخص بعضی چیزهایی است که من حالا هم نفهمیدم. حالا این سمی حقیقت را تو نفهمد این مسئله رو یک طرف نمیگذارد. چون حقیقت رو بفهمد برای جدا شدن زهرا و دامولو زیو کاری از دستش نمیآمده را نمیکند. آه سلن سلن از قفای آن چور چشمه می رود. از پسش می رود اکا. من گوید چرا خانم سلن از قفای لونتی چور چشمه می دود؟ یگان کس این را با من فهماند آخر. اکا برای پلیس بودن شده می تواند. آخر آنها شخصانی باورینا که دولت هستند. آنها پول دارند، معاش خوب میگیرند. آگاه میکنم زنان به این چیزها بسیار اهمیت میدهند. آنها میخیل اکا. نامل لبای تو چی استعمال میکنی که این خیل گپ میزنی ها؟ آی در سری خالی تو چی هست کلوخ؟ تو آدم نیستی، تو تایلاقی. من از بالای سری سیلن زر و زیور میریزم، غرق طلا میکنم، فهمیدی تایلاق؟ آکا این به عقل روزانم. تو بازدن مرا بیزار کردی، حیوان بیشاخ. زنم تو کی را میزنی؟ کی را میزنی؟ تو اگر زور بودی فای کلتا کلاس رو میزدی. حالا آن حیوان در کجاست نمک؟ در کجاست؟ اگر وای خزنده به من ضرر نمیرسان مگر سیلن با دیگر کس نظر میکرد؟ های بچه تو در وقتی کودکت از بالای خر افتیدی این خیل گپ میزنی. کی رو میزنی ها؟ نمک لبا یکا خواهری کالتا کلاس رو باید میافته. چی شد؟ جستجو داریم اکا. جستجو دارید؟
ой тайло аз удаи як корам намебароед. аммо охир аз амният хабар наомад. ман чӣ кор кунам ака? интизорам. аз амният хабар наомад ака. балозанад шуморо. ман як рафта он комиссару налро зиёрат кунам. дигар чора надорам. яке ягон маълумот мегирам. برادر من به حد گرسنه موندم. اوه دوبلیو را بین تشکیلی سروپا یا برای من اجازه نمیخیزی ها تشکیلی سروپا. ما میگم گرسنه موندم بیا بریم میگم چی بخوریم تو چی گفتی است؟ دمت رو گیر. برادر چنجی است آرام شو میگویی کمیسر اونها دیده باشیدن گروه تنده شده ایتا چی گپی؟ چنجی است؟ اباشه آرام شو کالتا کلاس تو دیونه چی با مرا دست میبرداری؟ کالتا کلاس میگویی؟ اوه چوب چشمان چی شد شما؟ اباشه بر وقت نمیگویی خودش نمیستی حالا ماشین زود باشه. کالتا کلاس نیسته. کالتا کلاس از قانون گرفته نمیتونه دامر. خواهش میکنم آرام شوید. خانم باید من کالتا کلاس رو دستگیر نبایم نباشد سردار مرا سرزنش میکنه. بکنی چیزا کدای دست. آرام شوید کمی بعد تموم میشود. خون نمیسپرم. رگ از من خون از من. خون من. نخورم نمیسپرم. چند لیتر میگیری؟ کمش مون. بگی تیزی گران کردی. خب بریز یک سوک دوبری بنوشه به قوت شده. حاله؟ میس فیروز شد دخترم. به نزد ادوکات نمیروی؟ به فکرم امروز رفته نمیتوانم بابا جان. چی شد؟ خودم رو خیلی بد حس کرده استودم. سرم کمی چرک زده استوده است. نباشد یک جای به نزد دکتر میرویم. از آنجا تو به نزد ادوکات میروی. آنقدر مهم نیست. باز دکتر شما را تشویش دادن نمیخوام. من پگاه حل میکنم. حاله امروز پگاه گفته این کارو کشال میدی؟ بابا جان وقتی که توی خیل براحت هستی اونال بسیار شیرک میشود. تو و مرا غمگین میکند. تا این دم غمگین شدن از بسنده نبود. حاله جان غمگین نشو. بابایت را نمیدونی؟ سالهای زیاد شد که همین خیل گفته میایستند. من برآمده ایستادم. خدا حافظ. بخیر است فروخ. چی این خیل با مانند کودک ها پوشیده ای؟ با کجا؟ اما بعضا حرکت هایی کنید که او رشک کنید. فروخ لبه تولین؟ با کجا میگویم؟ با کجا؟ نمیدونم. یکو نقشه ندارم. همین خیل کجای راست آید همونجا رفتن میگیرم. تو با این گپا چی گفتن میخواهی فروخ؟ با کجای راست آید به همونجا میروم. تولین قدمی رفتم را با تو حسابات دهم. با کجای خواهم به همونجا رفتن میگیرم. گفتم تو مرا دیوانه کردی. دیدت ها؟ حالتی پدرت رو دیدی ها میلیس؟ چه خیلی تغییری افته است؟ نه مرا انیق فریب میکند. انیق فریب میکند. آخر با پرهیز گذشت ورزش لباس یگان مرد برای خودش اینها رو نمیکند. انیق مرا فریب میکند. انیق مادر سبسته نگوید. ینگه شما کمی واهیمه میکنید. اما کم تنها استیلش رو دیگر کرده است. نباشد همون امکم است. من واهیمه میکنم ها؟ چه خیلی واهیمه؟ نه حاله جان این خیل رفتن گیرد یک جایه پرونده جدا شوی میکشیم. انا میبینی خدای توبه. پدر جان دخترم ای پدر جان آخر شما بسیار تغییر افتادید. در این روزها طرز و نمودتان دیگر شده است. با من راستش را گویید با یگان کس نزدیک شده ایستادید. نه عزیزم چیزی نیست. چیزی تغییر نیافته است. تنها لباس بنده را میپوشم. پدر جان لطفا بین میگویم اما در بین خودمون میموند. میلش بسیار حیران میشوید لیکن تخمین کرده نمیتوانی. مصلحتگری من داملوزیا است. تو هیچ حیران نشد دخترم؟ یعنی داملوزیا بسیار حیران شدم پدر جان. با من در حقیقت سورپریز شد. از داملوزیا انا همین رو انتظار میشم. با جای داملوگی کردن مصلحت میدهد. کارش رو کرده به هیچ کس اقلا معلوم نمیکند.
من سوپر قهرمان هیچ کس از دست من خلاصی نمی‌یابد. آها انایی سبا کودکی کیستی؟ ما رو گوش کن. اپای سیوال رو غم نتکی. سیوال جان کودک تو رو ناراحت میکند؟ چی خیلی ناراحت؟ تو چی میگویی؟ کاری تو چی؟ در اصل تو ناراحت میکنی. از برای خدا یک بار یک گپ شیرین رو شنوم برویم زده تمام حسیاتم رو پایان میکنی. ما رو گوش کن. اگر پدراغم دی گوشویت رو میبرم. من سوپر قهرمانم. از سوپر قهرمان هیچ کس اجازه ندادم. تو چیکار میکند؟ با خدا دوستش داشته. سوال جان آخر پدر و مادر این کودکی باشده هر چیز زودتر آنها رو یافتنم لازم. اپا جان هیچ چیز رو نمیفهمانم. نمیدانم کجا شد؟ با کجا رفته باشد؟ سعید جان برادر این بدبختی دوملو عظیم هم با ما تاثیر کرده؟ چه بدبختی شوکت؟ خطای تو بود. با چشمانم اشاره کردم نفهمیدی. ابا شما کجا میدونم که لیوین در همون جای اخی ترم شما نفهموندی چیش گفتی پش گفتی عیبی ما چی؟ اما حقیقت بود. فهمالش ما رو گوش کن. من اکنون با بیمارخانه رفتم نمیتوانم. از همین سبب ایمان رو تو نگاه میکنی. درباره پول داری؟ دوستم دارم برادر. در هر جا نبرار آخر این چی گفت؟ از کجا دارم من؟ با من پول در کار نیست. تو این رو برای ایمان صرف کنی. اگر یکان کم بودی باشد حل کن. مالش برادر. من از تو قرض دارم. تمام. چی؟ من از تو قرضدار گفتم. تو چی میگی برادر؟ برادری برای همه قدر روزه. تو دیگری خیل نکن. ایمان رو خوب نگاه کن. مالش. تمام. تو راحت باش. ایمان با عهده من. خیر تو بازی. مالش تو بازی. آی نااهده برا شخص شبهناک به پیش چشمم میاد اما تو رو از دست میدی ها؟ آخر سردارم دل مرا میرنجانیده. تو کن که نرنجانم از اینجا دف شو از نظرم دور شو. رو تو حالا هم در اینجایی دف شو. این چی گپ است کمیسر؟ حالا با درون ندار آمده داد و وای میکنید تینجی هست؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ خوش باشید کمیسر. سفسته نگوی. چی کار داری؟ این کالتاکیلاس یک خواهر داشته است. خواهر داشته است؟ بله ما بویگرهای خیلی خوب داریم. خواهش میکنم کی بودنش را به من گویید. معلومات هاییز و خواهرم با دست قانون دیوانه افتاد حیات او در خطر میشه. برادر ما درباره خواهر کالتاکیلاس یگان معلومات نداریم. نداره؟ نه اگر می داشتیم هم نمی گفتیم. معلوم است که از من چیزی را پنهان کرده ایستادید کمیسر. هر دوی ما با کالتاکیلاس قصد داریم. ما باید همکاری کنیم. بیا سلام مرا در خاطر دارید نمیدونم اون درباره اکرم یگون معلومات پیدا کردید. بسیار خواطر شدم. خفه نشوید این خیلی ناراحت کردم. اکاتون؟ بله اکاتون وفات کرد. چی خیلی؟ متاسفانه اکاتون وفات کرد. چی؟ کمیسر ما با شما گپ زده بودیم. اکات زنده است گفته بودید. خیلی وفات. کمیسر شما دروغ گفته ایستاده ایدم؟ آخر وقتی که ما هم شنیدیم در حیرت افتادیم. خانم بطول دردتون رو میفهمم اما در این در همدردی میکنم ولی حقیقت هم این است. این هم بینید سراغه مزاره که او را گور کردم.
از دستمان دیگر هیچ چیز نمی آید. تقدیرمون بوده است. احسن با تو کمیسر، آفرین با تو. این چه خیل رفتار است کمیسر. آدم باید با اندیشه گپ زند. عیب است آخر، عیب. خدا رحمتش کند خواهر جان. چخیل شدن چخیل با من گویه. ماشین زیر کرده است. چه؟ صدمه نقلیاتی. باور نمی کنم. این خیل شدنش ناممکن است. خدا گناهش را ببخشد خواهر جان. غمگین نشوید خواهر جان. با شما صبر جمیل. خانم خوب هستی؟ کجونی من چخیل شده است آخیر چخیل. خانم بتون اگر خواهید یکم کارگرمون شما را تا خانه‌تان وصل کنید. لازم نیست. تو اینجا چرا انتظاری؟ کار دیگر نداری؟ چرا بینیت را به کار دیگران میخلانی؟ من او را دلبرداری کردم. دلبرداری؟ گوش کن کنان، با تو گفتن که کمکت نمیکنم. من خواهر آن کلت کلاس را میابم. تو کمک کنی هم نکنی هم. خدا رحمتش کنه. مرد؟ حال مرد؟ بله. امک جان. راستی گب من فهمیده بودم که آخران روزاش مونده بود امام. شکر خدا مرد. خدا رحمتش کنه. شکر که برادر، شکر که. این کیست؟ عزم بلود امکی من است، اما این آدم امکی من نیست. نمیدانم برادر، از فکرم نامشان نامند است. امک در آخر از جراحی کردن دست کشید. خوبم من برادر، من به عملیات احتیاج ندارم. مرا گذارید. مرا جماعت انتظار است. برادر جماعت انتظار است. مرا بهتون چی شد اپا؟ بهتون چی شد دخترم؟ زود خواب بیم. چی شد دختری زیبایم، کنی بگو چی شد کنی بگو عزیزم. بهتون مرا غمگین نکن، بگو. آب نوشید اپا؟ کنی بینوش عزیزم. شیرینک چی شد دختری زیبایم؟ اکا چی شد؟ اکام وفات کرده است. اکام وفات کرده است. اپا با کجا میروی اپا؟ عزیزم دخترم. فرمایید. استاد با سرم یک چیز اومد. یک دقیقه. اپا
апаҷон ором шавед. бетул бардошта наметавонам домуно. илтимос кӯмак кунед. ба хонам бетул чӣ шудааст? биё духтарам, биё азизам. хуб ҳастӣ духтарам? чӣ шудааст? акааш вафот кардааст. акааш вафот кардааст. гӯё аз нав зинда шудам. гӯё ҳаётро аз нав оғоз мекунам. бобо зӯҳро худоҷонам ба даст афродам. зӯҳро бояд сиҳат шуданамро нафаҳмад. бобо бобоҷон, ба шумо чӣ шуд? хуб ҳастед бобоҷон? хубам духтарам, хубам. натарс, ягон ҷои тарсаш нест. ҳаво хуб буд. каме машқи бадан кунам гуфтам. нороҳатиам иҷозат надод. хурсандии фотиҳаро камтар воҳима кардам ба фикрам. бобоҷони ман, чӣ хел шумо маро тарсондед? инро намедонед. ягон ҷои тарсаш нест. ягон ҷои тарсаш нест. агар хоҳӣ ба хона рав. ман камтар гардам меоям. не бобо, ба ҳеҷ куҷо намеравам. якҷо ба хона меравем. хай майлаш, кани дастамро дор. оҳиста. хуб ҳастед? хубам, хубам. оҳиста, оҳиста. бобоҷонаки ман, чӣ шуд? хубам, хубам. ором шав духтарам. апай бетул, инро ба шумо ки гуфт? полис гуфт. ин ҳодиса чӣ хел рух додааст духтарам? мошин задааст. мошин задааст. ман акамро надидам. акам аз ман ҷудо шуд. вафот кардааст. خواهرم برای من غمگین شد. من باشم خاموش او را تماشا کرده ایستادم. هیچ چیز گفتن نتوانستم. از دست دیگر چی میآید برادر؟ باید بیاید. از دست من یگان چیز باید آید. وقتی که برای من غمگین شده ایستاده است گویا من هیچ چیز نکرده ایستادم. خیر چیکار کنیم؟ یگان راهش رو میدانی؟ این خیلی نمیشود. همش رو رفته میگویم. برادر این رو پیشتر با تو گپ زده بودم. اگر کنعان دیوانه شنود آن وقت چیکار میکنی؟ کنی گپ زن؟ نمیدونم شوکت. یگان چاره‌اش رو مییابم آخر. من کمتر تنها ماندن میخواهم. خفه نشو. برادر هیچ چیز نیست. من خوب هستم. امام چی خیلی است؟ سرم این خیلی نگاه نکن. سوال عادی پرسیدم. امام چی خیلی است؟ جواب ده. خوبه، سوزه، تنجه، نغزه، 100%. خیر نباشد. سلامت باشی. در این حالات گفتن نمیتوانستم خیر. مرحمت دومولو. شب بخیر. شب شما هم بخیر. با مغازه‌تان رفته بودم. پوشیده بود. خانم بیتول رو امروز در اون حالت دیدم. خاطر شدم. خوب است؟ چه خیلی شب دخترکم. ساعت ها شد گریه دارد آخر.
ای دومولو، بخششی زیاد از غم و اندوه به درون دعوت کردن رو فراموش کردم. مرحمت کن. مرحمت کن دومولو. سلام خانم بتول. سلام. یعنی باور کنه در این حالت ها چی میگویند، اما یعنی از خبری درباره اکاتون گرفته پور را از درستیش باوری حاصل نکرده خودتون را اینقدر غمگین نکنید. نفهمیدم. یعنی شاید یکون خطاگی شده است. این خیلی چیز می شود. به هر خبر باور کردن لازم نیست. باور کنید برای تسلی دادن نمیگویم، اما یعنی وفات کردن اکاتون از کجا معلوم است؟ جسد اکاتون را با چشمان خودتون دیدید؟ نه ندیدم، اما من خبر رو از پلیس گرفتم. چقدر خطا بودم میتواند که پلیس هم گاها خطا کردنش ممکن. چه خیل؟ همه خیل. چرا نشود؟ در حیات این خیلی چیزها می شود. گوش کنید خانم بتول، میگویند که بعضا دیلم میگوید گفتم دل من وفات کردن اکاتون رو نمیگوید. التماس دل شما هم نگوید. گوش کنید خانم بتول، با فکر من اکاتون در حیات است. میبینید و میگوید که بیهوده غمگین شدم. اکام کاش که یک بار میدیدمش. یک بار. سعید جان، تو اینجا چی کار میکنی ها؟ نازش را بین. پسرم چی میکوبی؟ اینجا خنک. مرا گوش کن. تو حالا با مغازه رو میخواستگیت رو بخور. اپای در اونجا بوده رو بگوی که پول اینها رو دومولو میده. من حل میکنم. مایلش نه. یا خدا توبه، این چه خیلی کودک است. مایلش میگوی مایلش نمیگوید. یه خیر دیگر چی کار کنم؟ سلین چه خیر می نمایم. خوب هستم؟ اولی جانو بستی عزیزم، اولی جانو. خیر این آدم کجا شده؟ من از کجا دانم؟ نامش عاطف بود. آتش بود. چی بود؟ بله عاطف. زورا جان گوش کن، این کار برای ما بسیار مهم است. میدونم سلین جان، برای من هم این مهم است. تو این دم بار وزنی شرکت را بابایم میبرداشتند. اکنون میخواهم که مسئولیت را بیشتر خودم به دوش داشته باشم. زورا اگر این کار برار گیرد خوب برای ما شاهانه میشود. مایلش سلین جان، مرا بابایی من انداز. دخترها، ماشین آقای عاطف آمد. کمی بعد در اینجا میشود. زیاد در هیجان داده شد. آرام شد. تمام آرام شد. انشالله کارمو برام میگیرد. انشالله. البته برام میگیرد. مرحمت سلین. خوش آمدید. خوش باشه. سلام آقای عاطف، خوش آمدید. سلام آقای عاطف، ما بسیار شرکت جوان هستیم و همه من چون این کار آغاز کردیم با هیجان فعالیت کرده ایستادیم. حجت‌هایتان را تحلیل کردم. بسیار شرکت جوان با موفق بودید. تشکر زیاد. تشکر. میخواهم لایحه را شما گیرید. از کاتبه پرسیدم. شرکت عائلوی بوده است و باوری دارم که موفقیت کاری از عائله خوب بودنتان درک میدهد. چه گفتنم را فهمیدید به فکرم؟ زهرا فتیحه شده است. شوهر شوندهش بیاید می شود؟ شوهر شوندهش؟ بله. بله. معلوم که به نزدیک عائله برپا میکنید.
همین قصد که کارهای خوب را به دست میاره. الله اکبر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. یه کودک تو دیوانه مگر چیکار میکنی؟ زود اینجا بیا و تو بگویم. آقای رئیس. یه کودک یه پدر لعنت اینجا بیا. اینجا بیا و تو بگویم. بابا چه میگه کودک آخه؟ کودک باشد کودکه شد. دونه دکه خلیل و درونش بیا شیطان در آمده است. ندیدی در نماز چیکار اینجا بیا. آقای رئیس خیلی گپ زده ایستاده و کودک درونش شیطان در آمده است میگویی. حالا کودک است آخه. اما دومولا چه ها کرد؟ من به این سن و سال آمده می خیلی کودک رو ندیدم. با بالای بر آمده میانم دردمند بود. حالا باشد بسیار دردمند شد. گوش کنید آقای رئیس، من از این دفتر یکی حکایت خواندم. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم وقتی نماز خواندن حضرت حسن و پشتش میبراید. کودک نافتد کودک رو داشته راست شدند. بعد از اون به رکوع رفته به شکلی که کودک نافتد گفته به زمین گذاشته است. نمیدونم دیگر یگان گفتن لازم است. این حال کودک است. این خیلی نکنید. بله دومولا بله راست بگو. من خیلی رو گفتم. زورو جان چی رو فکر کرده ایستاده ای؟ چی رو فکر کنم سلیم؟ خوراک رو فکر دارم. یگان چیز گرفتن لازم. دخترها بیکارت باش ماشینم. بیا بشین. خوش دخترها بواخوری تیار هستید؟ تیاریم سمی جان. عالی جناب. چه خیلی که شنیدم مشتری به عائله بسیار اهمیت میداده است. بله ما هم از این سبب دومولوزیو رو به خوراک دعوت کردیم. دومولوزیو رو دعوت کردید؟ زهرا همراه دومولوزیو با این آدمون واخوری میکنه؟ بله با دومولوزیو میکنم. دومولوزیو چی کم بودی داره؟ آخر خودت گفتی که چی میشه و دومولوزیو رو با واخوری دعوت میکنی؟ آن آدم شخصانی که در اروپا کار و فعالیت کردن میفهمی مگر این خیلی میشود؟ بله میشود سمی جان. این آدمان اگر امام مسجد بودن دومولوزیو رو فهمند در حیاتشان با تو همکاری نمیکنن. همکاری نکنند؟ آخر دنیا نیست کو؟ زورو جان یعنی آخر دنیا نیست اما آخر فعالیت کاری گفته میتوانم. آخر بی خیل مشتری دیگر نمی آید. لطفاً سرسطه نگوی سلیم. علاوه بر این زیاد شخصی است که در کجا چه خیر رفتار کردنش رو میدوند. جماعت از بین شما یگان کسی این کودک رو میشناسند؟ مایلش رو میدونید؟ جای زیستش رو سراغش رو؟ نه نمیدونیم. دومولا یکم بار میبینم او رو نمیشناسم. با شعبه پلیس خبر دیم آمده کودک رو گیرن دومولا. رج خیلی گپ میزنی آخر. سرم ایست. ابا چه رج؟ شعبه پلیس گفته کودک گیره. آخر دومولا اگر هیچ گپ نگوییم دیگر از اینجا نمیرود. آخر چی میشود؟ کودک خورد است نرود یگان ضرر دارد. بیاید آخر عائله کودک رو یافته خودت جمع شد. ای بچه ترسوندیش. کارمون اصل و برار نمیگیرد. یعنی اگر فوتش شده تو رو آنها فهمند که امام مسجد است. کارمون خوب رفته ایستاده است. تو نهایی هم میشود فهمیدی؟ اگر برای شرکت واخوری مهم نمی بود من نمی اومدم. خیر میلش سمی همه یک جای رفته ایستاده ای. بیایید همین دومولوزیو رو جک نزنیم. نمک بعد از لیونت چهارشنبه باز این سمی احمق به سیرین چسبیده ایستاده است.
نه اکا نه، آنها یک جا کار میکنند. با فکر من از این سبب با همدیگر بحث کرده ایستادند. آنها بحث ندارند، صحبت کرده ایستادند. درست گپ زن. گپ زدن رو یاد گیر، فهمیدی؟ تو مرا اصلاح نکن گفتم. گوش کنید حیوانها، حاضر هر دویتان را جزا میدهم. آن را تشویق کار میگویند. فهمیدم اکا. خیلی میلش نمک با من نگاه کن. کنی رفته یک گوش کن که آنها چی میگویند. فهمیده بیا اگر آن احمق به سیرین چسبیده ایستاده باشد شرکتی آنها را میسوزانم. رو درباره آمدن زیاد دیگر یگان سخن شنیده نمیخواهم سمی. از دو سر برای نقاب زاغ سیاه را پوشیدنت هنوز نبخشیدم تو را. زاغ سیاه؟ چخیلی احمق زاغ سیاه بوده میتواند؟ این را بینه سمی زاغ سیاه. وای بیشرفی سمی وای. معلوم که زاغ سیاه توی های نمک. اگر این احمق زاغ سیاه باشد پس کلتکیل از با زاغ سیاه یک آدم نیستم. همه بینید می رود. از پیر شوید. این را گم نکنید. زود این دیوانه از من چی میخواهد؟ پولش رو دادم کو. از پیشش در آمده او را من کن. من کن زاغ سیاه. من کن. ای زاغ سیاه من کن. یک طرف دیر باشیند را. کی اکا؟ نمیفهمی من با تو بگم من کن. اکا من زاغ پاک نیستم آخه. ای حیوان تو در اینجا رای گریز نداری. من تو را محو میکنم. یک طرف ایستا. با خدا این دیوانه اگر مرا دستگیر کنم میکشد. زبان این را تنها دامولوزیا میفهمم. دامولوزیا با کجا میرده؟ با کجا میگریزی؟ ایستا. این با کجا رفته ایستاده است؟ با کجا میرود؟ اون را دستگیر کنه. اویا احمق کجا میرود؟ با مسجد میرود اکا. چی میگویی؟ با خدا. ای نمک این کو بسیار با عقل است. چرا میدونی؟ با کجا رفتنش رو فهمید. راست با تابوت. کنی رفته؟ ای زاغ سیاه در کجایی؟ اکا در درون نماز خوانده ایستاده است. نماز میخواند؟ بیرونش براریم اکا. تو چی میگویی تایلاق؟ مگر از مسجد آدم را بیرون میکنند؟ عقلت را خوردی مگر؟ اکا گوش کن. در حقیقت نماز نمیخواند. از ترسش میخواند. با آدمی با ایمان و با توفیق مانند نیست. دروغ کرده ایستاده است. او را بیرون براریم اکا. پسرم دروغ هم باشد از مسجد آدم را بیرون کردن ممکن نیست. دامولوزیا را انتظار میشیم. از او میپرسیم. بعد از گفته او حرکت میکنیم. دیگر خیل نمیشود. چرا این قدر زیاد میخواند؟ کی تمام میکند؟ اکا او فهمید که ما او را میکشیم. تمام نمازهای قضاییش را خوانده ایستاده است. بشرط. گوش کن نمک. از پشت ما با آن دنیا بیگناه نرود. اینه کمی خیل میشود. این چی خیل نمازی تمام نشونده است؟ زاغ سیاه زود برا. برا زودتره. آخر کمتر پس با خدایت میرسی. برا. آرس من از گرسنگی مردم. پسرم رفته از آن مغازه شیرینی ها یگان چیز بیار. زودتر. مایل شکر. اکا من با تو گفتم نماز این احمق نماز نیست. این احمق ما را فریب میدهد. این خیلی زیاد شده میسه ما. نمک گوش کن مرا عصبی نکن. من با تو چی گفتم؟ این موضوع تمام میشه و دامولوزیا را انتظار میشیم. از روی فتوای داده دامولوزیا حرکت میکنیم. بیشتر گپ نزن. من هم خورده ایستادم. این کنعان در اینجا چی میکوبه؟
آقای کنعان بابای داملا یک سوال دارم. داملا از مسجد آدم رو بیرون کردن جایز است؟ آقای کنعان چه سوال است؟ ما کوشش داریم که با مسجد آدم بیاید، شما باشید آدم بیرون کردن جایز است میگوید. آخر داملا زاغی سیاه با مسجد در آمد. کی؟ این سمی احمق است. زاغی سیاه او بود است. در مسجد به طور دروغ نماز میخواند. یا خدا. آقای کنعان حضرت مولانای بزرگ چی گفتند؟ کسی باشی نباشی بیا گفتند. آخر با شما چی؟ از دروغ بودن نبودن نماز این آدمی به مسجد آمده رو بیرون کردن ممکن نیست. میفهمی؟ گناه است. بابای داملا شما راست میگوید. با حضرت مولانا بسیار حرمت داریم و یعنی این دفعه از گفته او برایم. آخر هوا را بینید با ما هم وزنین است. خونو خوردیم آخر داملا. با خدا آقای قنان چخیلی که خواهید از مسجد آدم رو برآوردن ممکن نیست. لطفا نکنید این کار رو. خیر بابای داملا از حولی بیرون کنیم چی؟ آقای قنان از حولی هم نمیشود. مایلش حضرت. بابای داملا آخرین سوالم را پرسم. این با مسجد 50,000 کمک کرد؟ نه کمک نکرد. حیاتی این دروغ است. خیر مایلش حضرت. خیر در پناه خدا از شما راضی باشد. خیر سلامت باشد حضرت. نبین وای مرغ برآمد. او رو داشته بیار. روزتون خوش باد. آفرین با تو. آفرین محترم. ای سمی احمق رفته زاغی سیاه منم گویی عاقبتت همه خیل میشه. دامالا خدا انشالله قبول میکند. انشالله. روزتون بخیر دامالا. روز شما هم بخیر. خدا گناهایش رو میبخشد انشالله. بیستاز شوید منجو یکم کم نزن. پرایم میکنم. پشترم بیا دامالا زیاد. بیا اینجا در را گفتم. اکا جونی من چی خیلی؟ خوش آمد نیدی. خوش باشد منم از پسی دامالوزی ها نماز خواندم. داماد را گیر. برادر خوش آمدی؟ خوش باشی. با کجا این خیر؟ کمتر هوای تازه گیرم در خونه زنو کن گیری. خوب. تو چیکار کردی؟ قرار را درو دادی؟ و به طول میگویی؟ با خدا نمیدونم شوکت. از عهده این کار برآمدن نتوانستم. خواهرم باید با یگان راه زنده بودنی اکش رو داندم و چخیر. برادر راست میگویی و چخیر؟ میبینیم خیر. با یگان راه حل میکنیم. خیر تو رو. مالش برادر. یگان چی در کار نیست؟ نه. خیر مالش یگان چی در کار شد زنگ زن. تا بازدید. اینش رو بوشه. برای خوراک شام برای زیا گفتن فراموش کردم. اوف زهرا اوف. خانم ملیس گوش میکنم. داملا زیا با شما درباره یک چیزی مهم گپ زدن میخواهم. درباره چی صحبت کردن میخواهی؟
کجا دخترم؟ بابا جان به زیا یک چیز را گفتنی میروم. رو باشه ورشوندت باش. جوان ها مرحمت خانم الیس، شما را گوش میکنم. دامولوزیو احتیاط کردنتون لازم است. آشکارا کرده ایستاده اید. حقیقت دیر یا زود آشکار می شود. لطفاً دقت دهید. آشکارا؟ شما چی ها گفته ایستادید خانم الیس؟ دامولوزیو گوش کنید. از من به شما ضرری نمی رسد. به هیچ کس نمی گویم. من با زور و اویله‌دار شدنتون رو می خواهم. به خوشبختی حق دارید. لیکن این خیل رفتار نکنید. لطفاً دقت دهید. بسیار راحت هستید. خانم الیس، من به چی دقت دهم؟ آخر نفهمیدم. در اصل به چی دقت دادنتون رو خوب میدونید. دامولوزیو، من علاقه همه چیز رو میدونم. اما نترسید. من طرفدار شمایم. مگر این داماد ساخته بودن من را فهمید؟ آخر خانم الیس گوش کنید. همون قدر مرکب گپ زده ایستادید که یعنی سر من گیج شد. کمی بسیارتر این را شهر دهید. حالا هم گویا هیچ چیز رو نفهمیده است. دامولوی ساختگار. دامولوزیو، گپ هایم را گفتم با دقت باشد. میلش لطفاً. تا باز دیدم. تا باز دید. دومولا با میلیس چی گپ زدی؟ به فکرم از ما شبه دارد. چی آخر؟ ساخته بودن آیله دوری همون رو. انا درباره این گپ زد. این رو از کجا فهمیده است؟ با خدا نمیدانم. چی گفتن اخترش؟ یعنی آشکارا نگفتم و آخر به من باور کرده میتوانید گفت. از من ترسیدنتون لازم نیست گفت. من به او باور نمیکنم آخر. خیر میلش، من حالا چنین فکر دارم که اگر با یگان کس میگفت آمده به من گپ نمیزد. ما به هر حال آرام باید باشیم میلش. اگر آرام نشوید میلیس لازم نمیشود. زهرا جان، تو در اینجا بودی؟ من با دامولوزیو صحبت کردنی بودم. اما اگر اگم صحبت شخصی داشته باشید. نه امک جان، من هم برای چی آمده بودم آخر؟ زیا جان، به خاطر روش یافتن آینده شرکتمون ضیافت داریم. شما را همچون فاتحه شدن با آنجا دعوت میکنم. مرا همراهی میکنید؟ با خدا زهرا، من زیا لطفاً ناراضگی نمیخواهم. در حقیقت برای من مهم است. میلش میلش این طرف که باشن من شما را انتظار میشوم. میلش میایم. تو باشید. امک جان بسیار زیبا می نمایید. تشکر زهرا جان، تشکر. تو باشید. تا بازدید. دامولا با شما چقدر رحمت گویم کم است. دست مبارکتون رو دیدک بسان. استغفرالله. آقای فاروق چیکار کردم آخر؟ باز دیگر چی میکنید دامولا؟ چشمونم رو کشوده. دامولا تمام مثال های گفته‌تون رو اجرا کرده ایستادم. بکار اومد؟ مگر بکار نامد؟ بعد این قدر سال تونیم با من رشد کردن آغاز کرد. با خدا برای شما خرسند شدم. تشکر زیاد دامولا. مثلا من تا امروز در هوش و خیال طولی نبودم. الکی بغیر از من هیچ کس رو فکر نمیکنم. پس ماشاءالله گویم ها؟ شکری خدا دامولا. عقلی تولین نه به سرش در آمده است دامولا. امشب گفتم به بیرون میبرم تولین تلخ کف شد. اینه البته رحمت دامولا. تا بازدید. خدا حافظ. رحمت. این حاج خیل اویله ایستادن. ای خوگی دشتی، حالا که تو را به جهنم روان نکردم در دلت چی گپی که داری بگو، شرم ندار. اکا جان قسم میخورم زاهد سیاه من نیستم. حالا من از سببی که با دامولوزیو در یک جا استقامت میکنم از او بسیار تاثیرات ها میگیرم. یعنی هر وقتی که بر روی نورانی به نگاه میکنم دمات را گیر. اکا من الکی از دنیا علاقه هم رو تماما کنده کردم. من خودم رو به دین بخشیدم. خب توبه کن. و تو با این قدر دروغ هایت به دین هم ضرر میدی. دروغ در دل تو قرارگاه ساخته است. علاوه بر این به مسجد کمک کردم. گپ رو دراز نکنیم، خواهشت را بگو. کارو بار دارم، من زود باید روم. اکا جان
من همه‌شو با شما اعتراف میکنم. حالا مافیا روس‌ها چون از خفای من هستند، زهرا باشد دوستی درینه اویلای ما. یعنی من زخی سیاه هستم گویم و من پول قرض میدید گفته فکر کردم. آقا تماما نیتی خوب داشتم، یگون نیتی بد نداشتم. قسم میخورم. وای بیشرفی، وای بیشرف، وای. آراز این سگی کوچه را بیرون کنه، دیگر او را دیدن نمیخواهم. فهمیدم. دستم را کوش آراز. آقا رحمتی کلام با شما. برای کار گفته رو من از اینجا هم مایل است. من رفتم. بای 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 بای. اکا من به این هم بازاقی سیاه بودن این احمق باوری نداشتم. کالتا کلاس بودنش باشد غیر امکان است. نمک تو در نزد من اینقدر سفسطه گفته مرا عصبانی نکن. تو این کله دمد را برای یافتن خواهری کالتا کلاس استفاده بر. چیکار کنیم آخر اکا؟ من از کجا دانم چیکار میکنی؟ برگوش تایلاق مایلش کن. استاد هجری سوال نپرس، حال با سوال جواب دادن رو نداره. استاد من سوال پرسیدنی نیستم. دیدم که با مغازه شیرینی ها آمده، از همین سبب آمدم. اکای خانم بیتول وفات کرد که همه به قبرستان رفتن. این را گفتنی بودم استاد. تشکر، سلامت باش هجری. مگر من با تو این خیلی روبرو نشدم حکا جان؟ اگر من تو رو این طور آغوش میکردم چرا مرا گذاشته رفتی؟ مرا چرا پرداخته رفتی؟ چرا پرداخته رفتی حکا جان؟ چرا رفتی؟ بیتول خواهر عزیزی من، تو رو هیچ گاه تنها نگذاشتم. دائم در برت بودم. من چیکار کرده ایستادم؟ دختر از گریه هلاک شد. من باشم مانند ترسو پنهان شده ایستادم. همش رو به او میفهمانم. حکا جان آرام باش دختر جانم، خودت رو بدست خدا به شما صبر جمیل دهد اپا. حکا جان الو، تو چخیل وفات کردن مرا با خواهرم گفتی ها؟ کالتا کلاس؟ تو را آگاه کرده بودم. چی کار میکردم؟ مجبور شدم. من هم به بیتول اگر وفات کرده از گفتم نمیخواستم. وقتی که بیتول اومد کنون در اینجا درباره خواهرت از من معلومات گرفتنی بود. باقی چی گفتی؟ خواطر نشو، به کنعان دیوانه هیچ چیز نگفتم. وعده دادم وفا میکنم. یکم آدم فرستادم. به خواهرت میگویم که اکد وفات نکرده است. خواهرت را به این کار همراه نمیکنم. اما دانسته باش که از پس تو هستم کالتا کلاس. تو عائله مرا پراکنده کردی. قصاصش رو از تو میگیرم. تو رو دستگیر میکنم کالتا کلاس. ببین لبای سردارم بگو بعد از کار با محله رو بیتول را یافته گوی که اکاش وفات نکرده است. با چشم سردارم.
لابای خانم زهرا نه خفه نشوید. من امشب با خوراک شام آمدن نمیتوانم. زیا جان آخر این خوراک شام برای من بسیار مهم است. میفهمم و یک کاری تاجیلی برام خفه نشوید. مولا شما خوب هستید؟ آوازتان اونقدر خوب ناومده است. دست یکم مشکلی دارید؟ نه یکون مشکلی نیست. خوبم. خیر نباشد. مادش دیگر چاره نیست. پس تو بازدید. تو بازدید. چرا این اونال برای خبر دادن آمده ایستاده است؟ با کار برآمدن دامولوزیا بسیار غمگینم کرد زهرا، اما وضعیت این شانس موفق شدن ما رو باز زیاد کرده میتواند. تو خب که زاغی سیاهی ساخته؟ در اصل اگر دامولوزیا می اومد شانس موفق شدن ما بیشتر میشد. زهرا با این سخنت باوریم نمیآید. امیدوارم که ماشین بسیار نیست. حالا وقت است خواطر نشه میرسیم. دخترها خواطر نشوید. امشب همش زیر نظارت من است. این رو بینه با زهرا هم عیب شد. خواهرم رو در این حال گذاشته آمده نمیتوانستم. چرا حالا هم برای خبر دادن نمی آیند؟ لیوینت خانم بتوله سلام. سلام. دیروز کمیسر اونال به شما گفت که اکاتون مرده است اما اشتباه شده است. اکاتون زنده و سلامت است. چه خیر؟ یعنی اکاتون وفات نکرده، زنده است. در حقیقت درست میگویید؟ البته که راست است به خدا. کمیسر اونال حجت اکاتون رو با دیگر حجت آمیخته کرده است. من باشم برای خطای اکایون از شما بخشش میپرسم. اپای بیتون خدا از شما راضی باشد. خدا را شکر. تشکر زیاد. سلامت باشد. نمیرسد. شبی خوش. با شما شبی خوش. خواهری عزیز، وقتی که بیتون خبر رو شنید اونقدر خرسند شد که شوکت یک میدیدی با خدا قریب دویده رفته اون لیرنت رو آغوش میکرده. عزمی بلود کی؟ چی میگو؟ کی؟ داملا عزمی میگویم. خدا رحمتش کنه. داملا عزمی میگویم. حاضر دیدمش. در کجا دیدی؟ ابشد سفسطه نگو. با چشمانم دیدم. وقتی که ما رو دید پنهان شد. برادر گوش کن. میفهمم وقتی آخر پرابلم‌های زیاد داریم. چی خواهرت باشد چی زهرا باشد بسیار در وقت مشکلی قرار داری. خیالی شده ای سرت اومیخته است. من ترسیده ایستادم برادر. شوکت او رو دیدم. وقتی که ما رو دید پنهان شد. برادر من مرده او را با چشمام دیدم. تو چخیل میبینی او را دایجا؟ چخیل مرده؟ حاضر دیدم میگویم با تو. برادر این بطره کینوی خجش مجلسی نیست که بخیزه قبرستان بیایم مرد وای. من وقتی که از تو پرسیدم که داملا چخیل است تو نگفتی که سلامت است. برادر این ناممکن است. وقتی که تو برآمده رفتی او در بالینسه مرد. مطرح نگفتم. چرا من او رو دیدم میگویم. برادر این ناممکن است. عروبه اومد دیدم که وای مرد. در بالاش سونی سفید بود. بچه همگیش بالای سرش گیریه کرد. مرم گفتم خدا رحمتش کنه. خیر خوش کردیم. گفتم برادر خدا رحمتی تو. انا دیدی؟ دیدی؟ برادر او در راه جوست. آخر با تو نگفتم که آدم نمرده از نمیبینی. برادر اگون دعا خون. باز با قبرستان رواد اگون کار کن اگون دعا خون. چکل دعا تو دیوانه شدی مگر؟ بگیر از که میخرد. چرا اینها گرفته رفتن؟ خدایا توبه بغیر اینها در این محله دیگر کس نیست؟ عجبا با کجا رفتن؟ برادر سختی بد دویدیم. با فکر مورا دریا نکن. یا از اینجا میرویم. زود باش. اباشا بیک کم تردم گیرید. این راه هم پس من بچه کم طرف
دور شو نزدیک نشو. برادر بیا چه شد شوکت؟ ایستا خوش بود. شوکت آخر این آدم چقدر بدبخت بوده است؟ بله این دفعه عمیق مرد. از دهانت یگان بار گپ خوش نبرآمد. مرا گوش کن. یا آخر به سرش کوزه افتی. مالش تو حالا ایمان رو گیر کارها رو میدونی خیر؟ او را گرفته راست به بیمارخانه بر. مالش دکتران با من جوره شدن. بیا کنی کنی آردم کار رو برداری. من از رو برای خوراک میروم. تو این رو راست به بیمارخانه بر. برادر التماس خاطر نشم. من خوبم پروی مرا. مالش زود رو. چند کیلو باشم؟ ولی سه کدام طرف بود؟ اما چه دسته بگی چی که دستی؟ چه خیلی بود است؟ مکان با شما معقول شد؟ بسیار مکانی زیبا بود است. خوراکای با مزه هم دارد. اگر خواهید فرمایش میدهیم. اگر سید نباشید فاتحه شود اطراف را انتظار بشه میآید. سببی که کارش زیاد بود متاسفانه با ما آمدن نتوانست. خوب نشد. با او بسیار شناس شدن میخواستم، زیرا ما همچون یک شرکت با این چیزها بسیار اهمیت میدهیم. همین خیلی نه آقای عاطف؟ حق بر جانب شما جناب. من هم باشم از این سبب سفر خارجه هم را قطع کرده در این خیلی مجلس مهم اشتراک کردن خواستم. فراموش کردم که خودم را شناس کنم. خب سمیل مز فاتحه شده زهرا. بله همین خیلی ما هم گفتیم نمی آید. بسیار غمگین شدیم. ممنونم. من هم ممنون شدم. مرحمت کنید. بله اینش خیلی باشد. هر سفیدش هم می شود. از رویش این رو می پوشم. درست می شود که نبینیم. تمام شد. این شیم رو می پوشم. موافق است. زهرا جان خفه نشد. کمی دیر کردم. کار داشتم. تمام وحیما نکن. بیا اکنون رویم. هر چیز زودتر باش. رفته می رویم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ برای موفق شدنت کمک کرده ایستادم. تویتان کی برپا می شود؟ در تابستان. یعنی من میخواهم که توی در تابستان شود زهرا باشد. عروسی زمستانی شدن میخواهد. کمی ناراضگی هست. همین خیلی عزیزم. سمی بسیاری بد گذرانده ایستاده ای. برای موفق شدنت کمک کرده ایستادم. اینها به عائله بسیار اهمیت میدادند. اگر دامولازیو می اومد آخر همکاری نمیکردم با تو. خیر او ناامد. اگر من نمی اومدم در پیش ما شرمنده میشدم. خیر بود چیکار کنم؟ سمی دهانت رو باش. ناراحت نکن مرا. خیر زهرا جان کار شدگی شد. خودت رو به دست گیر. شام بخیر. السلام. دامولازیو؟ اشتهایتان. دامولازیو جلو آمدند. دامولای مدرسه؟ نه امام مسجد. یگان گپی خنده‌آور گفتم. آخر لطیفه بسیار موافق بود از همین سبب جناب. اما لطیفه نبود. گپ انا در کجا؟ بله جناب من دامولای مسجد هستم. عین حال هرچند وقتی کاریم بود فاتحه شده‌ام رو تنها گذاشتن نخواستم. فاتحه شده اتون؟ بله فاتحه شده ای من.
دومولوزیو التماس با ما چیزی نگوید. چی رو؟ بسیار خوب. معلوم شما هم مانند زهرا و سمی فاتحه شدید ها؟ بله. مرحمت کرده شدید؟ نه من ناراحتتون نکنم. خدا حافظ. تو بازدید عزیزم. با اجازت شما. زهرا جان چه خیلی که کارهایمون من رو گرفته ایست و در جشن میگیریم. پیش خدمت. خیر بمیشه من؟ این رو با من نمیکردی زهرا. تو این شب نه تنها زاویسیا رو بلکه دومولوزیو رو هم از دست دادی. چیکار کرده ایستاده یا؟ اول زاغی سیاه شدم به نزدم آمدی روبرو شدی حالا باش از فاتحه شده من میگویی تو چیکار کرده ایستاده؟ زهرا آرام شو. آرام شده نمیتوانم. تو عموما از من چی میخواهی ها؟ من یگانیتی بد نداشتم. فاتحه شده تو بودنم رو گفتم چون که چقدر مهم بودن کارو میدونیسم. میفهمی؟ نکوسمی برای من کمکی تو تماما در کار نیست. میفهمی؟ از برای تو شده در نزدیدم برو شرمنده شدم. من از برای تو شده دلی او را شکستم. میفهمی تو چی کار کردی؟ در یک کارخانه کار کردنم ممکن است. در یک خانه زندگی کردنم ممکن است. اما این همه با اون خاطر نیست که تو در حیات شخصی من دخالت کنی. میفهمی؟ دیگر به این کار دست نزن. حالا اشتاد تو سمی همش عیب تو شد. حالا میبینی و تو نشان میدیم. اکنون که بودن زاویسیا را فهمیدی؟ من میبخشده باشد. نمیبخشد. یا خدا. اوه سمی دویم از برای تو. یا خدایا انشالله میبخشد. دومولوزیو خانم زهرا دومولو من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدم میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان ها؟ دومولو غضبی شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم؟ این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم و سمی یک باره. گوش کنید خانم زهرا، مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواج ساخته، این چی گپ ساخته همه چیز شما ساخته است. دومولو من از شما عذر میخواهم. گوش کنید، شخصی عذر میپرسیدگی باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواج ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا، من یک دومولویم. خیر دومولویم یک طرف، من انسان هستم. دومولو میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما ما رو هیچ گوش نکردید. ما رو هیچ گوش نکردید. دومولو نکنید. گوش کنید، همه چیزی شما ساخته بوده میتواند، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدید.